آقا یه سری تو ایران دارن پروتون کار میکنن، اصلا شاید باورت نشه دستگاه پروتون هم از نزدیک ندیدم. طرف زنگ میزنه بهش میگه پروتون مثلا LB4 قیمتش چقدره، یه قیمت 2-3 برابری پروتون و LB4 رو قیمت میده مشتری. میگه آقا مثلا فلانی این قیمت نداد، تقریبا نصف قیمت شما قیمت داد. میاد میگه آقا اونا سنسوراشون مثلا آسیایی، چینی، ترکیه، ولی این پروتونایی که ما میاریم سنسورش اروپایی، آلمانی، آمریکایی. ببین برادر، اصلا این دستگاه پروتون سری LB سنسورش هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، سنسورشون همه یکیه. بعد یه سری بچه‌ها میان از این عنوان استفاده میکنن که میگن آقا آلمانی، اروپایی، آمریکایی، قیمت 2-3 برابری به مشتری میدن. میخوان آقا با این روش مشتری تلکه بکنن و تمام پولشو به دست بیارن. من خدمت شما میگم دوستان، دستگاه پروتون سنسوراشون هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه سری LB. البته مثلا توی مدل‌های RV M5 که شرکت آسوا 2 تا تیپ زده، اون تیپ 1 و تیپ 2 سنسورش با هم فرق میکنه، یا مثلا پروتون نورتون همینطور، مدل معمولیش و مدل پروش سنسورش با هم دیگه فرق میکنه، ولی سری LB سنسورش هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، همش هم خود شرکت آسوا داره میزنه. من خدمت دوستانم گفتم همیشه آقا میخوای دستگاه پروتون بخری، حواست باشه که تو دام سنسور آمریکایی و اروپایی و آلمانی